یه سوال عمیق. اگه خدا همه چیز رو میدونه، پس آیا ما واقعا آزادیم؟ بعضیا خیال میکنن اینکه خداوند آینده ما رو میدونه به این معناست که ما مجبوریم کارها رو انجام بدیم. مثل اینکه ما یک نقشه از پیش کشیده شده باشیم و مجبور باشیم مو به مو تمام کارهای توی نقشه رو پیاده کنیم. اما حقیقت اینه که علم خداوند ما رو مجبور به انجام دادن کاری نمیکنه. اون کسی که انتخاب میکنه و عمل میکنه من و تو هستیم. مثل این میمونه که من میدونم تو فردا میخوای چی کار کنی و تو هم با انتخاب خودت کار رو انجام میدی، در این حال که من میدونم قرار بود چی کار کنی. پس علم خداوند ما رو مجبور به انجام دادن کاری نمیکنه و مسئولیت اعمالمون هم با خودمونه، در این حال که خدا میدونه ما میخوایم چیکار کنیم. جوابم برات قانع کننده بود؟